眠れない夜をいくつ数えて指先に触れた小さくても確かな光سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشین. میخوایم با هم بازی مدرن وارفیر 2 رو شروع کنیم. ما کال آف دیوتی نسخه های اخیرش رو همش رفته بودیم، بخشای داستانیش رو. اینم حالا مدرن وارفیر 2 که بخش داستانیش اومد، البته یه مقداری زودتر از اون موقعی که قرار بود بیاد، یه هفته زودتر اومد و منم حالا دانلود کردم. میخوایم با هم بخش داستانیشو بریم. البته خب یه سری دمو و این چیزا قبلش اومده بود، اگه یادتون باشه یه مقدار صحبت کردیم و اینا، یه مقداری داستانش و اینا گیر داشت و کمی گیر داده بود به ایران و اینجور چیزا. از این لحاظ من اون موقع اولش راستش نمیخواستم بخش داستانیشو برم، ولی بعدش که چیز شد، بعدش که مثلا یه مدت فکر کردم که با تو کال آف دیوتی تو همه نسخه‌هاش همیشه روسا و اون چیزا رو کلی کشتیم و اینا، یعنی به روسا گیر داده بودن، حالا الان بالاخره گیر دارن به ایرانی. یعنی من گفتم اینجوری آدم نگاه کنه شاید بهتر باشه. مثلا شما فیلم‌های علمی تخیلی و این چیزا که می‌بینید، دلیل نمیشه که داستانش حتما واقعی باشه. مثلا تو اون فیلم مثلا یارو قدرت ویژه داره، نمیدونم مارول اونجرز و نمیدونم کاپیتان آمریکا و اینا، حتما مثلا داستان اون چیز باشه شما یه خط قرمز آدم بکشه روش و نره. به نظر من آدم همین که بدون این داستان مثلا خب واقعی نیست، حتی ممکنه غلط باشه و یه جاهایش اصلا خلاف واقع باشه. یعنی مثلا یه چیزایی که درسته رو بگه غلطه، چیزایی که غلطه رو بگه درسته. یعنی شما اگه اینو صرفا بدونین فکر می‌کنم کافی باشه، آدم میتونه از بازی استفاده کنه و لذت ببره. چون ما ببینیم مثلا ما برای اکشن و تیراندازی و گیم پلیش اومدیم، نه که مثلا اومدیم بگیم داستان این درسته و تایید میکنیم و داریم داستانشو مثلا میریم جلو. اینا مثلا داستان تخیلی دیگه. حالا خب دو تا مثلا گروه هم که وقتی با هم مثلا تقابل دارن، با هم مثلا کل کرد دارن، خب معلومه داستان که میسازن تو اون داستانه بر علیه هم دیگه بد میگن دیگه. اینم مشخصه. یعنی داستان این خب قطعا خیلی گیر داره به ایران و اینا، خب به خاطر همینه. یعنی به نظر من فکر میکنم اینکه بخوایم آدم خط قرمز بکشه شاید جالب نباشه، ولی هم که بدونین شما که داستان این قطعا اشکال داره و خیلی از چیزایی که توش میگه درست نیست، کافیه. ما گیم پلی و بازیش استفاده میکنیم. گفتم اینو اول بازی بگم که دیگه بحث توش نمونه. بذاریم بازی رو شروع کنیم. الان ما باید از اینجا رد شیم برسیم به یه نوگید کانیون، یعنی از بین این حالت صخره ها و اون چیزا رد شیم. ما هم در نقش گست الان هستیم، هم گست معروف. هلیکوپتر هم داره بالا سرمون. همین داستانش در واقع این تیکه که منم شنیده بودم حالا قبل از اینکه بازی کنم اینه که یه کسی رو مثلا یه جنرالی مثلا به میبرنش و اینا، حالا مثلا یه مقداری بحثدار و اون چیزا شده. یه دوربینت نگاه کن ببین چیه. یه کاروانای نظامی، یه همینا روسی هن و اینا. میگه اومدن اسلحه بفروشن، یعنی در واقع خرید و فروش اسلحه است. اینا اومدن ببینن. میگه باید اول پیدا کنیم. میگه پیداش کنیم آدم اصلی و جنراله رو. میگه اسکورت های مسلح دارن یه نفر رو محافظت میکنن. ما باید چیکار کنیم؟ با اسپاترمون باید اون هدف رو مشخص کنیم. خب هدفش مثلا فکر کنم اینه دیگه. میگه هدفش مشخص شد. ولی اینم روسی نیست. من روسا ندیدم همچین دم و دستگاهی داشته باشه. خب الان یکی به نام گریوز خان موشک شلیک کنن. آره ولی جالبه که موشکه توی کانتینره. چطور موشکه رو توی کانتینر شلیک میکنه؟ نه در واقع من فکر کنم میخوام مسئولیتش رو بپیچونن، یعنی نمیخوام مسئولیتشون رو خودشون بر عهده بگیرن. برای همین از توی موشک غیر مجاز شلیک کنن. موشکش هم این موشک‌های کروزه. ما خودمون باید راهنماییش کنیم تا هدف ها. جالبه. بذاریم ببینیم چه جوریه. مثل هواپیما میمونه. خب حالا میگه بوستر بزن سرعت زیاد چه؟ اینه مثلا الان یه حمله انجام داد و میگه مثلا که هر دفعه بین رفت و این چیزا.
خیلی خب تازه بازی شروع شد. مودرن وارفر 2 ببینیم که حالا داستانش چجوریه و چیه و ایناست. ما بیشتر برای گیم پلیشیم دیگه. میگه چند ماه بعد. چند ماه بعد چه اتفاقی افتاده؟ شپرد؟ General Shepard. همون جنرال شپرد معروف مودرن وارفره؟ این قیافش عوض شده. You would be ببینی the first to know, هم sir. کچل شده، همینم که اون سیبیل معروف شپرد رو We have a نداره. hit on Gabrani's این تو second in کال آف command. دیوتی یارو بوده همیشه، ولی در نقش مسئوله. این در نقش مثلا اون گوینده پیام و این چیزا بود تو بازی. Money, weapons, تیر intel. دارم به ایران دیگه. حالا مثلا هی He's پشت سرش dangerous, حرف sir. میگن، این He wants خطرناک و retaliation for the فلان. Gabrani strike. He's planning something. میدونی داستانش چیه؟ این در واقع یه دونه چیزه. میگه که افراد اون یارو ژنراله حالا میخواد جبران کنه بابت اینکه اونو کشته. حالا اومده عملیاتی برای ما انجام بده. احتمالا اینا میخوام برن دنبال اون، درسته؟ Find out, sir. میگه توی المازرا. المازرا از این اسمای تخیلی که خودشون درست میکنه. میفهمی؟ جالبه مثلا یه جاهایش که به کشورهای بدبختی مثل روسیه و نمیدونم ایران و اینا میرسه اسما رو کامل استفاده میکنه، ولی یه جاهایی رو اسمای الکی میذارن. این تکلیفشون هم خیلی با خودشون مشخص نیست که بالاخره واقعی اسما الکیه، هر چیزی که هست دیگه. حالا اینا میخوام بفرستن دنبال همون یارو، نفر دوم اون یارو. میگم برین اونجا یه نقشه‌ای داره اون. با نقشه گوست هستیم. آره Airstrikes are hitting Oh. enemy positions bordering Al Mazrah. اینجا Intel چیه؟ confirms a concentration of AQ fighters converging in the یه valley. نیروهای القتاله همون دشمن معروف کال آف دیوتی اونجا Surveillance هستن. indicates soldiers guarding 3 structures. 3 تا Major ساختمون دارن. Hassan may be holed up inside. میگه شاید یکیشون همون یارو هستنه رفته اونجا. Special operations unit to kill or capture Hassan tonight. میگه ما این نیروی ویژه میخوایم بفرستیم که یا بگیریمش یا اینکه بکشیمش دیگه. حالا تیم 2 میره 2 تا ساختمون، یه تیمی میره شماره ساختمون 3. میگه ما باید زنده بگیریمش و باید صحبت کنیم. بعدم یارو کچله. عکسش ببین تو این فیلم قدیمی ها همیشه آدم بدا کچل بودن. کچله. تو تلویزیون تو ایران در واقع همیشه آدم بدا معمولا ریش پروفسوری دارن، اونا که کلاهبردار کلک. تو اینا والا کلکاشون کچلن. یه ما زنده میخوایم، ولی اگه جایی بود که ناچار شدیم بزنین دیگه. حتما لازم نیستم زنده باشه. ما در نقشه کی هستیم؟ گوستیم یا صبحی؟ این مواقع جالبه. واقعا دوربین دیگر شبمون روشن کنیم. اینیم حالا تجهیزاتمون چیه؟ یه دونه والو 46 داریم، یه دونه EBR 4 اما MK14 معروفه که من اسلحه مورد علاقه منه. ول 46 من نمیدونم چیه، اینجوری شبیه MP7 قیافش، نمیدونم چیه. همه هلیکوپتر ایناست؟ فلر میزنه دیگه، زدش. همه اول کاری هلیکوپترشون خورد. عقل ندارن دیگه. همین این مشکل کار کجا بود؟ اینا زیادی ما رو نزدیک پیاده کردن، باید یه خود ما رو دورتر پیاده میکردن که اصلا هلیکوپتر رو دشمن نبینه. این احمقا اومدن زیادی نزدیک، هلیکوپترشون هم خورد. یه کسایی هم زنده موندن، میبینی تو لاشه دارن شلیک میکنن. یه باید بریم محل سقوط رو امن کنیم. بعدم میگه اول این ساختمون این بغلش رو باید خالی کنی که نتونم به شلیک کنم، بعد میریم اونجا. بریم دیگه، حالا ببینیم چه جوری. این قسمت تاریکش رو این گرفتن و اینا یه جوری شبیه اون چیز هست، اسامه بن لادن رو گرفتن. یه فیلمی هم راجعش ساخته بود از زیرو دارک 30. حالا حتی فیلم جالب نبود، من دیدم این فیلم مسخره‌ای بود. راجع یه آدم عقده‌ای بود که همش می‌خواست انتقام بگیره و این شعر و برا. من خیلی خوشم نیومد از فیلمش، ولی خب در کل اینم مثل اونه. بذاریم ببینیم، باید بریم داخل. آره اصلا ما عوض کن دشمنه. پره من فکر نمی‌کردم همشون آماده اینجا باشن، ولی خود با دقت تر میرفتیم تو. جا خالیه، اینجا نیست. اینجا باز دشمنه.
راه منو نبنده این یارو. این گازه منفجر نمیشه. بریم یه خورده جلوتر ببینیم موضوع چجوریه. ما باید این ساختمون رو خالی کنیم به همراه تیممون. جایی قایم شدن کلکا. دشمنام خودشون دوربین دید در شب داره، یعنی دست کمی از نیروهای ما نداره. میگه طبقه دوم دارن به ما شلیک میکنن. طبقه دوم رو خالی کنیم. بذاریم بریم حالا دوباره اسلحه رو عوض میکنیم. یا آماده باشیم که بریزیم داخل. بریم. 7-1, moving interior. دیگر شبان قطع کنم چون من از همین روزا اینجا خیتیه. اینجا کسی نیست درسته؟ خب بریم حالا داریم طبقه دوم. یواش بریم ببینیم چه خبره. اوه! این پشت این یارو. این دقت نکردین گوشه رو. تیر خورد. یکی دیگه هم تو راه روه. اینه. میگه تموم شد. فلشه چی بود؟ من یه فلش هم شدم. فکر کنم اون یارو لحظه آخری فلش انداخاره. نه اینه یکی دیگه است. میزنه. Negative on Hassan. Roger. Time to hit the crash site. Got a video of Hassan in here. Hassan's their hero. They're gonna need a new hero. You good, mate? Yeah, plate stopped it. این همه یارو که بهش تیر خورد میگه من جلیقه زده گلولم تیرو گرفته. Now we can پلیتش. secure the crash site. که حالا بریم اون محل سقوط رو امن کنیم. Ghost, Soap. AQ's working with some good gear. خب بریم جلو ببینیم چه خبره. Soap, we're moving to the crash site to help the wounded. Rest of you, hold here and cover us. خب ما باید بریم جلو. میگه بقیه شما اینجا وایسین. Bravo 07, building 2 secure. We're coming to you. Alpha copies all. بریم Extend جلو. contact. AQ's waiting for us. میگه انتظار دشمن رو داشته باشی. Damn good to see you guys. این اصلا ما اینجا عوض کنم با یه M4 چون یه M4 به همچه راحت Get my تر. gun. I'm low on ammo. چی Help me شده؟ move him. No time. They're here. Get your gun on that tree line. میگه اصلا تو برد دشمن اومد؟ یا آموه کو دشمن؟ You see anything? نه آها Got چرا؟ movement. دشمنه. If you have a shot, take it. میگه اگه میتونی شلیک کن. میبینی کسی بزن. Gage! Shooters at the wall! You called the LT. Talk. میبینیم دشمنی ما. RPG! RPG بزن دید در شبم روشن کنم. من چیزی خیلی نمیبینم. Drop one! دارم یه نزدیک. Take right. نزدیک شدم. کی دیگه هم اینجاست. بیاری کله رو بالا. Drop one. Smoked one. یکی دیگه هم هست. بذار اینم بزنم. تعدادشون هم کم نی. خوبه. اینم هست. خب بازم هست ها. We clear. دیگه من کسی رو نبینم. Stay sharp on that tree line. اینجا مینم داره. بذار یه پشتمون اومدن. بذار این مینمون رو اینجا بذاریم چون اون دفعه اینجا اومدن دیگه. Close air on that tree line. Raj, calling it in. Dig in, lads. پشت سرمون در نیا. 07, CAS is 3 minutes out.
Roger that. که 3 دقیقه فاصله داره تا نیروهای کمکی برسه. Support's inbound. Hey, we got smoke at the tree line. اینجا بهتره پنجره از اون پنجره بعد اینجا دیده بهتری من دارم. I don't see shit. دودزا زنه. Incoming! Take cover! They're launching grenades! Sword it down. Man down! He's dead. Keep going. دوربین دید در شبکه از اسلحه رو نمیتونه بگیره نزدیکش. نمیتونه زوم نزدیک بکنه، برام اینجوری میگیره. اون بقیه‌شون عقبن. اینا رو با همون اسنایپر میزنن. اگه بذارن. کجاست؟ اینه. یکی اینه. این مخفی شده. کسی نزدیکه جای دیگه؟ نه اینا خودیان که دارن پشت من شلیک میکنن. یا نه اینجاست؟ دشمنه؟ دشمن بود. Good soap. واقعا این خودیای ما هپلوتن. ببینید این همه نیرو ما اینجا داریم. تو این ساختمونایی هیچ کدوم این یارو که رسید اینجا رو نزدن لعنتی‌ها. Ghost. We should fall back to the house. میگه باید برگردیم عقب. Hold or we push forward. Hassan's still out there. 7-6. میگه یا باید اینجا رو نگه داریم یا باید بریم جلو. خب Raj, stand by. 7 actual, Kilo 01. Fire is 1 mic out. Kilo 0. یه دقیقه دیگه مونده نیروهای کمکی برسه. یه هرچی شمال ماست بزنین آزاد هدفه. What now? LT, we got armored vehicles incoming. میگه خودروهای زرهی این دفعه اومدن دیگه. این دیگه فقط آدم نیستن. Serve your ammo. Let them get close. Here they come. Stand by to engage. Get ready. بزنیم ببینیم چه جوری. I'm down. یه القتالا مثل چیز شده، مثل یه ارتش شده دیگه برای خودش. All Bravo. Kilo 01 is inbound high. Danger close. Air support's on station. پشتیبانی هواییمون رسید. آره یه دونه از این آپاچیاست. همشون رو زد درسته؟ Kilo 01, good hit, good hit. We clear. Fucking hook. خالی شد دیگه ها. All clear. Kilo 01, no. یارو رو نجات داد اینجا گیر کرده بود چرا فکر کنم. Roger that, 7-6. Kilo 01, going into holding pattern. 7-6. Task a bird for casualty evac. یه هلیکوپتر رو بفرست برای Yourself sorted. زخمی‌ها و مرده‌ها. Aye. خب بریم. Let's go get this fucker. خب حالا بریم سر ماموریت اصلی. ما در واقع این ماموریت فری برامون پیش اومد. اصلیمون قرار بود بریم دنبال اون یارو. ولی چیز شد. حواسمون پرت شد به این سقوطه. Aye. Looks like you were right, LT. میگه ممکنه تو این فرصت یارو فرار کرده باشه. Heli crash gave them an opening. Let's see if they took it. بهش یه فرصتی یاره فرار داره. حالا ببینیم که چه جوری شد. ایده و همه چی از الان مشغوله. My boys are still on station. Keep them on standby. We're moving in. یه ما بریم داخل. نیرو هوایی هم آماده باشه. Visual on building 3. That's our target. Hassan این could be ساختمونه. inside. Fuck! Man down. AQ sniper on the roof. Get down. Sniper down. یه تکتیر انداز زدش. More snipers on the roof. Take them out. بازم تکتیر اندازه. Hit. Level 4 is down. نخورد که. How the fuck are they seeing us? دیگه چطور ما رو میبینه؟ Got night vision. We're sitting ducks out here. دیگه اونام دوربین دید در شب دارن. Shot. So, keep us covered. We're moving up. میگه تو پشتیبانی بده ما بزنیم. What the hell is it? بد میزنه. Out here! We're not getting through here without air support. 7-6. I want fire on that building now. Ghost. We خب میگه don't پشتیبانی know what هوایی to میخوان do. برای این ساختمون ما نمیتونیم Force in our hands. بریم جلو. 7-6, hit that building. Don't level it.
میگه بزن ولی ساختمونه رو نابود نکن، یعنی خرابش نکن، چون اون یارو ممکنه توش باشه. 7-6, copy that. Making our run. این دوباره آپاچی اومده، خیلی پایین پرواز میکنه. من اینو نمیفهمم چرا اینقدر میاد نزدیک، میخواد حمله کنه. معمولا این آپاچی اینا خیلی دورتر پرواز میکنه، این خیلی میاد نزدیک. اینا یه مقداری فکر کنم برای سینمایی که دیده بشه تو دوربین برای ما باحال بشه اینجوری میکنه میاد نزدیک. وگرنه اگه میخواین یه مدل واقعی ببینی، یه بازی از قدیمی البته، مدال آف آنر وار فایتر، یه مرحله داره تو هلیکوپتری، بعد توی اون بازی چیزه در نقش آپاچی هستیم، آپاچی ها از دور میزنن، خیلی واقعی تره تا این. چون اگه اینقدر نزدیک بیاد یکی میتونه با تیر بزنتشون، نباید اینقدر بیان نزدیک. از این لحاظ خود غیر واقعی، ولی برای سینمایی که میگم دیگه، ببینید حتی تو چیزای اکشن و جنگیش هم این بازی سینمایی کرده و غیر واقعیه دیگه. حالا داستانش که دیگه رو شاخشه. 7-1 moving interior. این داخل دوربینه رو برداریم که مثل اون دفعه. این از انتحاری ها. یا دوربینه باشه، به نظرم دید در شبه باشه بهتره. من اتاقا رو چک کنیم که کسی نباشه. یکی نه میگه این هیچ کدوم اون یارو نیستن. این صدا آدم میاد، یعنی یه آدم ها اینجا زندن. من نمیدونم، باید خیلی دقت کنیم. خب اینا خودی هن. اینجا رو خالی کردیم، حالا بذاریم این قسمت هم خالی کنیم. این طبقه اول، بریم طبقه دوم. حالا این طبقه دو. پوش آدم. آره اینو دیگه گرست میخواست بزنه، من شلیک نکردم، گوشتم که این حالت نمایشی کشتنشو انجام بده دیگه. دوتا زخمی ها. خب اینا میکشن دیگه، براشون مهم نیست. یه اون همه جا هست، نمیشه گیرش آورد و چیزا. اینجاست. خیلی باید با دقت بریم که یهو نزنن ما. یارو از این زیر داشت شلیک میکرد. یکی هم اینجاست. اینجا دفتر عملیاتیش بوده. چی؟ آه یونیفرمش. وای وای، یه از این دلیل‌های منطقی هست. مثلا یارو میگن مثلا اون چیزایی هست، مثلا یه چیزی میگن مساخت ایران روش آرم استاندارد داره، اینم از اوناست. میگن این یونیفرمش اینجا جا گذاشته بس بوده. میگم دیگه حالت منطقه‌اشو منطقه بازیه. میگه خب بریم بیرون. اینجا بوده و رفته. میگه اینا اگه اون رفته بعد از چی دارن محافظت میکنن؟ میگه باید بریم ببینیم. یه چیز دیگه هم اینجا هست غیر از خودم و یارو. برو که ببینیم واقعا این چیه که دارن محافظت میکنن. یه ورهاوس، یه انبار ماننده. میگه من چیزی داخل انباره شنیدم. ببینیم چیه تو انبار. چرا خوشم لعنت. دشمنه؟ از ببینیم چیه. دشمنه. یه از این جاگرنات هاست داره؟ چون عکس زره نشون داد وقتی به شلیک کردم.
آره از این بعضی از این دشمناشون زره دارن اینجوری. چند وقت بود تو کال ندیده بودیم. کلک تا اومدم نگاه کنم سریع اومد جلو. از این زرهی هاست. اوه این بالا هم هست. یه نفر این پایین مونده زره داره. بذار اینو بزنی. دو تانها یا یکیه؟ اینه. دو تا زره دارن. زرهی ها کجا بود؟ تو کاله چند وقت از این زرهی ها میگم نداشتیم ما. توی مدرن وارفر یک کنم فقط اون آخرش رئیس زرهی داشتیم. اینجا همین تو مرحله اول زرهیه. مردن؟ آره کلیر. خب اینجا خالیه. میگه بگرد ببین چیزه. میگه اینجا توی اطلاعاتمون نبود. چی؟ What the fuck is this? It's all in English. انگلیسیه. Screaming Jesus. Ballistic missiles. It's a mobile launcher. یکم موشک‌های خودشونه. این همون نبود که اول بازی استفاده کردن تو کانتینره. 7-6. Get us through to Laswell. یه وصل کن به مرکز. Bravo 7-6 Charlie to Watcher 1. How copy? یه قربان یه پیام دارم بگو. Laswell, this is Ghost. We got something. میگه ما یه چیزی اینجا داریم. Ghost. میگه نه اون خود یارو رو گیر نیاورده. اینو ببینی؟ اوه پرچم آمریکا. Negative. میگه نه. We found a weapons cache. میگه یه The اسلحه. son's got missiles. میگه موشک داره اون یارو. They're American. موشک‌های آمریکایی. واه. Gold Eagle actual. Repeat your last. میگه تکرار Say کن again. منظور. The son has American missiles. میگه موشک‌های آمریکایی داره. All right, clear the room. اون بحث جدی شد. میگه Let's go. Everybody out now. میگه دیگه این الان بحث محرمانه است. سریه بفرمایید بیرون شما دسترسی اجازه دسترسی نداری. اینجا رو زد اتاقم تاریک کرد که دیگه Iran دیده is نشه. in possession of American میگه missiles. موشکای American missiles in AQ's hands. میگه موشکای Hassan آمریکایی has been دست اونه. passing out our ballistic missiles like it's fucking Halloween. میگه موشکای ما رو به همه میداده. چطور ما Gives Iran نمیدونست؟ plausible deniability. Oh, deniability my ass. میگه Iran's این all کارو over بکنه. this. I want to know how many they have and where they intend to use them. میگه کجا اینا رو آورده چند تا داره اون میخواد استفاده کنه اون چیزا. Well, then I would advise you to find out who that is. میگه اینا رو قاچاق Give my میکنه. team 2 hours with those missiles, sir. میگه 2 ساعت I بذاریم will ما. know everybody who's ever breathed on them. میگه 2 ساعت Negative. I بذاریم want 'em بررسی کنه. destroyed. سالی در میاریم there's که ببینیم valuable دست intel کی بوده there. این موشک‌ها. This is an intelligence failure, Laswell. It's not going to be a tactical one. There will be 500 enemy soldiers این میگه on سریع this بین site ببریم. by فرصت نیست sunrise. بررسی We کنیم. need a win fast. میگه نیروهای کمکیشون میرسه باید سریع تخریب کنیم و بریم. Gold Eagle actual to Ghost. Move your team and call for fire. I want those weapons destroyed. میگه سریع خارج بشین اونجا از بین ببریم. What the hell's Amsterdam? چی شد آمستردام یو؟ It's a smuggling hub. میگه از توی Ports and canals are insecure. Iran has friends there. میگه تو آمستردام اینا از طریق اون چیز The میکنن. captain. این انتقال He's میده. tracking an AQ cell Oh. in country as we speak. حالا پرایس وارد ماجرا شد. First good news I've heard یعنی all در واقع day. میگه پرایس و اینا الان در جریانن تو آمستردام I'll link مشغولن up with ممکنه him از and طریق handle اونجا myself. مثلا این موشک‌ها و اینا رو جابجا Laswell کرده back باشه. in the field. I want this میگه done من right. خودم هم میرم عملیات No شرکت mistakes. کنم. My sentiments exactly. میگه اشتباهی هم Okay. نباید پیش بیاد. I want Hassan boxed up and gifted. میگه حتما یارو حسنه رو Children. باید گیر بیارین و You keep this tight. میگه تا اون موقع این خبر این پخش نشه. چون Naturally. ضایع شدیم. Sir. موشکش مثلا مال ساخت خودمونه ضایع نشیم و این چیزا. خب، حالا رفتیم آمستردام. Less than an hour. Where are you now? 1 ساعت دیگه داره میرسه اونجا. Watching an AQ boat. Is it carrying a missile container? Negative. Not this one. میگه داریم این کشتی و این چیزا رو بررسی میکنیم اینجا موشک نداره. Guys, you set? این پرایس رو گزدن ها. Let's get after it. اینا میخوام برن سواره یه در واقع یه قایق بشن. خودشون آویزون کردن به یه قایقه.
حالا میخواد چیکار کنه؟ یه مأموریت دیگه شروع شد. وت ورک آمستردام. با چیکار کنیم اینجا؟ به نقش پرایسی. Copy, John. What do you got? دیگه چی میبینیم؟ That's your target. میگه اینا دارن یه دونه توی کشتی باری دارن یه سری چیز میز میذارن. محافظم دارن این اطراف. این نگهبانم دارن. You'll need to کل take it around اطرافم. to get to the barge. میگه باید اینا رو بین ببریم بعد برین داخل Get to کشتی. work. Out. برین سر کار. میگه من بیرون رو خالی میکنم، تو بنده رو خالی کن و بی صدا، یعنی مثلا سر صدا نه مخفیانه انجام بده. ببینیم چه جوریه. چی داریم؟ چاقو داریم و فقط چاقو داریم، اسلحه نداری؟ میگه برو زیر آب. یه دونه همین نزدیک اول اینو خلاصش کن. یه یواش بکشش با جی. چاقو پرتا بیاره. این اسلحه داره. میگه زیاد توی بالا نمون، برو از زیر. باید چیکار کنیم؟ کلا باید بنده رو خالی کنیم. میگه کلیر د داک. کلا هرچی آدم اینجاست. حالا کیا رو باید خالی کنی؟ میگه لو نرو. چند نفرم آدم هستن. او یه قایقی داره میاد. بس این قایقه رو همینجا خلاصش کنیم، اجازه نمیدیم که شلوغ بشه. اومده نیومد؟ یه قایق داشت میومد این سمت. نیومد. من فکر کردم یه قایقی داره میاد اینور. نیومد. آره میگه قایق رو از بین ببر و اون خدمه‌ای که این یاروهایی که اینجا هستن رو بکش. این آدم اولیش. بذار اینجا برم چون میگه مخفی کاری باید بریم دیگه. کار پیچیده شد. یکی اونجاه. تو آب بریم. قایقه اومد. این دفعه من میخواستم همینجا خلاصش کنم. بذار ببینم این دفعه میتونم. یه قایق دیگه دارن؟ مگه نزنیم قایقشو؟ چون معمولا قایق که میچرخه خطریه. من برم این اول قایقشو زدم. زین بریم باز خود جلوتر. نه یه نگهبان اینجاست. این دوتا بغل همن. یکی. این دوتا بغل همن. اگه از هم جداشن میتونم بزنمشون. اینها یه قایق دیگه اومد. لعنتی. تیر منم محدوده. 7 تا تیر بیشتر ندارم. دوتا رو سریع بزنم برم قایقه. درسته؟ 1 2 5 تا تیر دارم. این ور که کسی نیست. بذارینم اینا اسلحه داشتن. اگه مسلح باشن بتونم با اینا تیرمو پر کنم. آره. یه سریعتر برس، فرصت نداریم، وقتمون محدوده.
ببینم اینجاها آدمی هست یا نه. شرایط مخفی کاری و پیچیده است. من نمیدونم که چه کار باید بکنیم. یه جورایی فهمیدن ما هستیم. میبینین یه خود شکی دارن دور و بر نگاه میکنن دیگه. یعنی چاره ای نی. یه قایق دیگه هم هست. ولی دیگه چاره ای نیست دیگه. باید بزنیم. این دوتایی که این وره بهتره به نظرم. 1 2 دیدن و ندیدن. اومد جلو. بذار حالا این قایقه. دو. خب به نظرم یه این قسمت بیرونیشون رو خوب زدی. حالا باید دوباره یه لایه دیگه بریم داخل. مستقیم اون ته دیگه. یعنی هر چی ما این میبینیم باید کم کم بریم جلو. هر کم میبینیم بزنیم. این سمتا که کسی نیست. بذار اینجا باید برم بالا. صدای آدم میاد. یه خورده جلوتر فکر کنم آدمه. اینا مشکوک شده خبریه ولی خیلی یعنی جایی ما رو نداره. میگه من رسیدم تو هم بیا ولی ندیدمش نهایتی رو. یه لحظه ندیدمش. اشکال نداره ولی فهمیدم جاش کجاست. اینجا بود یارو. من اینه چجوری اینج پشت قایم شده. خیلی عجیبه. یعنی دقیقا منتظر کمین کرده برای ما. اینجاست. یکی اینجاست. اینه. کمین کرده بود کلک برای ما. زی اینجا حاشیه میریم که دیگه خیالمون راحت بشه کسی پشتمون در نیاد. ببین اینجا میرم بالا. نیرو کمکی هم براشون اومده. شاخ شدن ها. بذار بیان جلو. تیرمو دارم من اندازه‌ای که اینا رو بزنم. اینم پرایس. خلاص یکی دیگه فقط مونده اون دوره. خیلی امنه. این اسلحه یکیشون 23 تا خفه کنداش کدومه؟ اینه. این هم برداریم که دیگه خیالمون راحت بشه. خب بریم حالا این داخل. قفلشو وا کنه بریم داخل کشتی چی. میگه اسپانیایی صحبت میکنه. یه تو آماده ای برو. پرایس خودش حرفه‌ایه. نیازی به کمک ما نداره. همینجوری قشنگ اینا رو زد. میگه اینا خالکوبی دارن جز کارتل‌های مواد مخدر مکزیکن. میگه اونا از این چیز استفاده میکنن. از این کارتل‌های مواد مخدر برای جابجایی اسلحه استفاده میکنن. اینا که من میزنم چجوری نمیمیرم؟ به هر کدوم چند تایی میزنم. خیلی عجیبه. نمیدونم. Stand by. مرده؟ خیلی خوب. دفعه دیگه
خب همه امن شد. It's his phone. صدای چه؟ صدای موبایله؟ موبایلشه داره پیام میاد. Cartel's meeting with AQ. یه ملاقات دارن 8:35 دقیقه Find Cafe Gracht. Something's about to go توی down. کافه گرت. 1 hour. یه 1 ساعت دیگه تو کافه گرت اینا قرار ملاقات دارن. کافه گرت؟ آمستردام ها؟ داستان سریع رفت جلو. تو خور شهره. Bravo 6 to what you want. Position at the cafe. اینا تو کافه هستی. Two to tables my 3 o'clock. One cartel, one Iranian. میگه اینا دارن ملاقات میکنن. یه دونه از همون افراد هستن، یه دونه از همون مواد مخدری هن. کارتل های مواد مخدر. Affirm. They're paying the cartel for something. یه دارن پول میدن بابت یه چیزی. Security? I'll deal with them. میگه چند تا محافظ دارم. Copy. Coming your way now. حالا نقش گزیم دوباره آره. Non-lethal. It'll یه take دونه him out of commission. سرنگ به ما داد. سرنگای بیهوش کننده است. Use the needle on the guards and we roll up our cartel friend. میگه اینو بزن روی محافظاش تا بتونیم خودمون دستمون به یارو برسه. بریم. 06, sit rep. Talking timeline. When are they moving? Tonight. Stay on them. We need to know what it is and یه where امش... it's going. میگه محموله‌ای دارن امشب میخوان انتقالش بدن. باید سریع گیرشون بیاریم. Hold up. شهر Two cartel قشنگیه guards خوبه. under the bridge. میگه 2 تا نگهبان اون Their جلو. weapons concealed. اصلاً مخفی Let's نگهدار. see if they split up. این 2 نفرن دیگه درسته؟ میگه مشکوک نزن خودتو حواس صحبت کنه. یارو صحبت. Okay, one's leaving. چه رودخانه قشنگیه برادر مثلا فلان اینا. I'll tail him. جدا شدن. Bridge. Moving. میگه من دنبال یکی میرم تو برو سراغ یکی دیگه. این دومیه رو میگه بیهوشش کن. یارو رو باید یه جوری بیهوشش کن. یعنی به ما شک نداره که من اینجا رد میشم. ندیدم پشتش میرم که حالت مخفیانه. حالا چه جوری میخواد بیهوشش کنه؟ آمپوله رو زد. What too many, huh? میگه نوشیدنی زیاد خوردی بشه یه خود استراحت کن اینجا. Good work. Regroup on me. یا حالا بیاد نزدیک من. What you want? The cargo is human. One VIP bound for the US. میگه محمولشون یه آدمیه که میخوام بفرستن آمریکا. Major Hassan's خود همون یاروه. خودش میخواد بره حالا نمیدونم چه کاری انجام بده. میگه الان تو مکزیکه میخواد از طریق مکزیک وارد خاک آمریکا بشه. میگه باید اون رئیسشون رو گیر بیاریم. رئیس این میگه باید سریع یه جوری گیرش بیاریم. نگهبان داره. There's no time to case the area, John. میگه وقت نیست که بگردیم. باید یه جوری حواسشون رو پرت کنیم. من یه چیزی دارم. میت میاد کافه. اینه کافه. نه اینجا مغازه خالکوبیه. خالکوبی از ایناست که خالکوبی میزنن و اینا. چیکار باید بکنی؟ کافه اینه. میگه از پرایس یه دونه دیسترکشن، یه چیزی برای پرت کردن حواس بگیر. اینم پرایس کلکه اینجا نشسته داره. نوشیدنی میخوره. بیا اینجا چی میخواد بگیره؟ نارنجکه؟ این اصلا اون دیکوی گرینیت هایی که تو کالای قبلی هم همیشه بود صدای تیر الکی درست میکنه. حتی تو مولتی و اینا خیلی جواب نمیده. به ندرت جواب میده. ولی جوری حواس اینا رو پرت کنی. خب بیا Down the alley. بریم تو کوچه. When panic starts to spread, that's when the program. یه حواسو که پرت کنه اون موقع میریم میگیریمش. خب بیا بندازه تو این سطله. صدای مثل یکیشونو بگیر. این از این Heading your way, Cap. Make it fast. I'll secure Exfil. Meet you at the bridge. اصلا آزاد شو. I'm moving in. این یاروه. پرایس گرفتش اون یاروه. What you want? Package secure. اینا اومدن. نگهبانه. Cartel behind us. Cover, Sergeant. What you want? We're taking fire. 3 hostiles to our south.
الان بازم میان نگهبانی یا نه؟ میگه نه پلیس بیاد اسلحه‌تو مخفی کن. یارو رو گرفتیمش. بیا بزن سرنگ، این سرنگی بیهوش کننده. میگه بلند شو. یه وقت رفتن. گرفتن یارو رو. سریع یه دونه ماشین هم آورد، یه بی ام و سوار شد. این همون رئیس اون گروه هست. میخوان اینا مثلا ببرن باهاش صحبت کنه، ازش بفهمن که چه جوری میخواد اون یارو رو بفرسته تو آمریکا. این گوه کجا میدونی صحبت کنه؟ گفت نه خودمون قشنگ شکنجهش میدیم تا به زبون بیاد. حالا زنگ زد به کرونل وارگس. میگه برای کار مهمی باید دارم. کرونل وارگس چیه؟ یه دونه آدمو میخوان رد کنن ببرن توی آمریکا. میگه این چون خیلی مهمه میخوان انجام بدن و باید یه جوری جلوشو بگیریم. میگه این همون یارو حسن است، باید بگیریمش. کی؟ امشب مرز آمریکا و مکزیک. سری جدی شو. اینا پلیسای مکزیکی هن. آره یعنی این مهاجره غیرقانونی عادی هن. این میخواد قاطی و اونا ببرتش. این یارو هم تو شخصیت های ما هست. تو این دمو ها اینا بود این یارو. میگه فعلا تو تنها آدم مایی. مکزیکی صحبت چیزی صحبت میکنه، اسپانیایی. میگه بسیار خوب. میگه هر جور شده نباید بذاری مرز رد شه. میگه اگه مرز رد شه دیگه محدود ما خارج میشه دیگه، یعنی میره تو مرز آمریکا دیگه دست ما نی. میگه یه قایق اونجاست. این قایق استفاده کردن اومدن اینجا. بریم قایقه. حالا در نقش این یاروها هستیم. آره صدا میاد. میگه باید یه جوری گیرش بیاریم. اما نکته اینه که ما فکر می‌کنم به اندازه کافی جلو رفتیم. می‌خوایم بقیه‌شو بذاریم برای قسمت‌های بعد. این قسمت اولش خیلی چیز قشنگی بود، یعنی جالب بود. من خوشم اومد. اکشن و این چیزاش خوب بود. داستانش خب معلومه دیگه، داستان جدار شروره، ولی خود بازیش و گرافیک و این چیزاش خوب بود. حالا می‌خوایم بقیه‌شو بذاریم برای بعد. فعلا همینجا استاپ کنیم، پس تا ویدیوهای بعدی فعلا خداحافظ.